تشکر زیاد استاد. باز یک سوال دیگر داشتم در همین باره هاروت و ماروت هستند که در باره هوایی یک کم معلومات میدادید استاد جان. هاروت و ماروت دو فرشته بود. الله تعالی اینها فرستانید برای امتحان مردم. اصلا این دنیا الله تعالی آفرید، خیلی که در سوره تبارک میگوید که خلقکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی شما را آفرید به این دنیا تا اینکه امتحان کند که کدام شما از روی عمل بهتر هستید. یعنی الله تعالی امکان دارد که شیطان نآفرد بود، این امکان دارد که بلا مصیبت گناه نآفرد، گناه نباشد، یا از انسانیت نفس اماره به سو، نفسی که به کاری بد امر میکند، این نفس گیرد مانند فرشته ها نفس ندارند، اونا خوردن ندارند، زناشویی ندارند، بنابراین گناه نمیکنند. اونا ترسیدند وقتی که الله تعالی به اونها امانت دادنی بود قبول نکردند. از جمله کوه ها، آسمان ها، زمین ها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله تعالی میگوید که ما امانت یعنی شریعت را به آسمان ها و زمین ها و کوه ها پیشنهاد کردیم. ببینید این آسمان ها چقدر بزرگ هستند، زمین ها بزرگ هستند. فابین ان یحملن، چقدر امانت یعنی شریعت. ما به شما شریعت نازل میکنیم، اگر عمل کردید به بهشت میرید، گناه کردید به دوزخ میرید. اونا قبول نکردن. یعنی ما گفتن از یک احتمال است که به جنت روان، احتمال است که به دوزخ روان. یعنی ما این از عهدهش نمیبریم. فابین ان یحملن و اشفقن منها، ترسیدن از قبول امانت. گفتن که به جای این برای ما یگان وظیفه ده که از عهدهش براییم و نه جنت رویم نه دوزخ. برای همین برای زمین وظیفه الهیده داد، برای کوه ها وظیفه الهیده داد، برای آسمان ها وظیفه داد، برای فرشته هایم جان نفس نداد و برای آنها وظیفه هایی داد که از عهدهش میبرایم به یگان مشکلی. فحملها الانسان، انسان باشد همین امانت برداشت کرد، شریعت. اکنون انسان نفس امر کننده به کاری بد دارد. نفسش میخواهد بعضی کارهای اجرا کند، راحت کند، گناه کند. عقلش خیر من میکند که از این کارها خودداری کن که عاقبت دعای است. این چونین محیط اطراف آدم وسوسه میکند. این چونین شیطان. الله تعالی برای چی اینهای آفرید؟ شیطان برای چی آفرید؟ ماند به شیطان زندگی کنیم بود. مقصد آفرینیش در این دنیا خودش سنجش است. و الا الله تعالی میتونست اینهای نآفرد. بنابراین همچون سنجش این دو فرشته فراورد. اینا فرشته های بیگناه هستند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. الله تعالی در وصف عمومی فرشته ها میاد که آنها الله تعالی رو گناهکاری نمیکنن و همیشه در طاعت الله تعالی هستند. اینا فرآمدن با امر الله تعالی علم سحر را تعلیم میدادن. بیایید ما علم سحر داریم، کسی تعلیم گیرد به او تعلیم میدیم. لیکن پیش از تعلیم دادن میگفتن که لا تکفر انما نحن فتنه، کافر نشو. این علمی که ما حاضر به شما تعلیم میدیم علم کفر است. اگر تعلیم گرفتی به الله تعالی کافر میشی، دنیا آخرتت میسوزد. گفته پیشکی آدم‌های باخبر میکردن، آدم‌ها گشته رفتن. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان ها کافر شدن. شیطان ها آمده علم سحر گرفتن از هاروت و ماروت. الله تعالی ضررهاشم بیان که یفرقون به بین المرء و زوجه. اینا یعنی علم سحر علمی است که به سبب این بین زن و شوهر جدایی کرده میشد. بسیار علمی بد است، علمی ضرر آور است. همون آدم هایی که زمانی که هاروت و ماروت به بابل فرامد، بابل این شهری در عراق، آدم ها قبول نکردن، چون که فرشته ها نصیحت کردن قبول نکنید، این علمی که ما فراوردیم علمی کفر است. انما نحن فتنه، ما همچون بلا آمدیم، همچون امتحان آمدیم. فلا تکفر.
بعد آدم ها نگرفته رفتن، لیکن شیطان ها گرفتن. بعد شیطان ها آهسته آهسته از آدم های خداشان به طبعشان معقوله یافته سحر تعلیم دادن. سپس از جن ها به آدم ها علم سحر سرایت کرد. تازه آدم ها هم خیلی از آدم ها علم سحر میدانند. خلاصه این فرشته ها همچون امتحان فرا، این فرشته ها عیب ندارن، اینا فرمان الله تعالی اجرا کردن. الله تعالی همچون امتحان فراد. خلاصه کلام همین قدر. دیروز به این سوال جواب گفته بودیم. زنده باشید استاد جان. الله علمتان را زیاده بگرداند. در حفظ الله پاک باشید. آمین. رحمت.